السلام علیکم دوستان عزیز، معادله را حل کنید. معادله خطی است برای صفر پنجم. 2x جمع 5 برابر 2 ضرب در قوس مینوس x جمع 1 قوس پوشیده جمع 11. قوس طرفی راست را میکشیم، طرف چپ به تغییر نوشته می شود. 2x جمع 5 برابر مینوس 2x جمع 2 جمع 11. بعدا 2 جمع 11 می شود 13. قسمی چپ علاوه به تغییر نوشته می شود و قسمی راست مینوس 2x جمع 13 می شود. دوامش مینوس 2x طرفی راست را طرف چپ میبریم، یعنی که حاصل میکنیم 2x جمع 2x برابر 5 را طرفی راست میبریم. 13 در 5 8 میشود. 4x برابر 8 و بعدا x را ببینیم. برای ضرب شونده نامعلوم فاصله ضرب را با ضرب شونده معلوم تقسیم میکنیم. 8 تقسیم 4 x برابر 2. سنجش خب با جای x قیمتش را میگذاریم. کرده 4 جمع 5 برابر است به 2 ضرب در قوس مینوس 2 جمع 1 جمع 11. 4 جمع 5 برابر است به مینوس 2 جمع 1 ما مینوس 1 می شود، یعنی 2 ضرب مینوس 1 جمع 11. 2 کاره مینوس 1 مینوس 2 می شود. 9 برابر مینوس 2 جمع 11. از مینوس 2 یعنی که 11 رو با مینوس 2 جمع کنیم که از 11 2 رو ترک کنیم. 9 برابر 9 شد. سفارش مستقلانه 6 y در 3 ضرب در داخل قوس y مینوس 1 قوس پوشیده برابر 4 جمع 5 y. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. الله نگهبان باشد.